اگه همین فردا تحریما برداشته بشه خیلی‌ها فقیرتر میشن. بعد از رفع تحریما اولین اتفاقی که میفته چیه؟ ریزش هیجانی ارز، انتظار مردم برای کاهش قیمت‌ها و به هم ریختگی و بی‌ثباتی در بازارها. بعدش چی؟ ایران بعد از سالها یه بازار دست نخورده بوده که برای سرمایه‌گذارهای خارجی خیلی جذاب میشه. اما مشکلش کجاست؟ به علت نبود یه سری عوامل و زیرساخت‌ها و همچنین افزایش تقاضا و اینکه این شرکت‌ها قراره به دلار خرج کنن، باعث ایجاد تورم دارایی و رشد غیر مولد میشه. حتی در بهترین حالت اصلاح این شرایط چند سال زمان میبره. حالا یه شهر مثل دبی قبل از جذب سرمایه، زیرساخت، قوانین شفاف، امنیت سرمایه و عرضه سریع مسکن رو آماده کرده. برای همینه که با وجود جذب سرمایه بالا، تورم افزار گسیخته نداره. چه تحریما برداشته بشن چه نشن، زمان به نفع بازاریه که ثبات داره. اگه دنبال تصمیم احساسی نیستی و میخوای با عدد و تحلیل وارد بازار املاک دبی بشی، کلمه دبی رو برام کامنت کن و نظر خودت راجع به این تحلیل برام بنویس.